روی هم رفته اینجا بسیار چیزاست که مخلوط است. یعنی ژورنالیسم با ساختن یک راپورتاج یا چیزی که میگن رپورتر یا ژورنالیست، این دو چیز متفاوت است. ژورنالیست یک کسی است که واقعا اکادمیک است. او پوهنتون خوانده، فاکولته را تمام کرده و این علم خبرنگاری را، علم ژورنالیستیک او را بسیار دقیق و مسلکی و عمیق آموخته. و دلچسبی است که در تمام کشورها ژورنالیست‌ها در یک ساحه مشخص کار میکنه و امکان نداره که یک ژورنالیست هم درباره اقتصاد تحلیلگر باشه، با چی خواسته که بتونه او تحقیق کنه، هم در مسائل سیاسی و دسترسی داشته باشه و بسیار وقتا میخوایم حتی در مسائل نسایی و اولادی هم بعضی وقتا ما در تلویزیون دیدیم که ابراز نظر میکنن، کسایی را میخواین بازدهی برام از او سوال میکنن. من نمیفهم چطور امکان داره آدم قدر چیزا را هضم کنه و بفهمه. این خود ناممکن است. چه خوب می بود اگر راستی ما زیاد ژورنالیست می داشتیم. طبیعتا که ما ضرورت داریم که راپورترها هم داشته باشیم، اما اینجا بعضی وقت کسی که فقط راپورتر است یا یک ورکشاپ تمام کرده، او بخود بعضی وقت جرأت میده یا اجازه میده که او در سر یک مسئله تحقیق کنه که نمیتونه، فکرا نمیتونه، مسلکا نمیتونه، ظرفیتا نمیتونه. مشکل است که یک کار ما به دوش خود بگیریم، در آخر کار ما یا او کار ناتمام میمونه یا ایست که باعث رسوایی ما و همو نشریه میشه. این کار باید نشه. اولین وظیفه یک ژورنالیست او تحقیق است، یا حال کلمه نو که مد شده پژوهش است، که او بتونه در این باره عمیق فکر کنه، عمیق منابع را پیدا کنه و مواقعاتی که کتمان میشه یا لازم است که جامعه از او آگاهی پیدا کنه او را برملا میسازه، او را برجسته میسازه، او را میته به جامعه که این چیزا از شما پنهان نگه داشته شده بود. این میتونه مثلا جنایت سیاسی باشه، این میتونه جنایت اقتصادی باشه، این میتونه جنایت، این میتونه فساد اداری باشه. این چیزی که بسیار مهم است راستی که ژورنالیسم تحقیقی امو وسیله است که هم اجتماع و هم امی جمعیت ژورنالیستیک میتونه به این ترتیب یک تاثیر و نفوذ مثبت سر حاکمیت داشته باشه. وقتی که دلایل ژورنالیست‌ها و پژوهش ژورنالیستیک قدر قوی باشه که حاکمیت بتونه به یک کنجی برانه که او مجبور میشه حقیقت بگوید. اگه این حادثه جنایی هست، اگه حادثه سیاسی هست، اگه جنایت اداری هست، جنایت مالی هست، هر بلایی که هست، این توانمندی رو با ژورنالیست داشته باشه که با مفهمه که قبلا به اشاره شد، حاکمیت به یک کنجی برانه که او مجبور شود حقایق برملا بسازه. تشکری میکنم از همگی که ما را اینجا دعوت کردن. سلامت باشین، بخیر باشین.